عاقله کورک و نبیره‌هایش را برای آببازی آورده است. خودش زیر سایه درخت نشسته، نبیرگانش در این کل آببازی دارند. میگوید از تصفیه هوا در خانه دلتنگ شدند. اینجا حاضرش دو تاش آوردم. کانیکول و یاش خانه بیبی دیگرشون رفتگی. دو تای دیگرش. مثل نبیره‌های عاقله کورک و این روزها ده ها نفر گرمی روز را در کولی جوانان میگذرانند. یکی از مکان‌هایی که در دوشنبه آبازی در آن رایگان است کولی جوانان میباشد و در اینجا اساساً نورسان آبازی میکنند. اینها نفرانی هستند که به گفته خودشان امکانیتی رفتن به اکواپارک ها را ندارند. خطر سرایت شیوبی کودکان بسیار در شرایط امی و اوبانبور همه جو افلاسی اوبانبورو обрабатываться نمیشه. همده یگان چوهاش نیست. обработка نمیکنه. خطر گرفتاری بیماری‌های زرپروینی گروپی آ. اگر 38 36 39 40 41 من امروز احتمال 42 43 درجه. در این مانیتورها درجه گرمی هوا در منطقه‌های تاجیکستان را به طور آنلاینی نظارت می‌کنند. کارمندان این مرکز میگویند گرمی کم سابقه هوا در کشور ناگهانی بود و تا آخر هفته ادامه می‌کند. برای ماه ایون چنین یعنی که در دهه اولی ماه ایون بلندشوی حرارت هوا تا 45 درجه در قسمت‌های جنوبی و حتی در شهر دوشنبه تا 42 43 درجه بلند شدن اون و تا 41 42 درجه در ولایت سوق، در بوستون، در گلستان، در شهر خوجند یعنی که مشاهده گشتن اون این در 20 سال اخیر چنین حادثه بوری اول مشاهده می‌گردد. به قول جمیله بیدالله و طبق پیشبینی آنها بعد از 19 ایون دیگر باره حرارت هوا بالا می رود. در چنین روزها طبیبان به مردم چی توصیه می دهند؟ اما توصیه طبیبان در آن است که بیهوده به کوچه نبریم. خب دوم شخصانی که سن سالشون کلان سال است، شخصانی که در مورد طبابت هستند، شخصانی که بیماری مزمن دارند با مانند بیماری دیق نفس، بیماری گردشی سیستم عصب، بیماری گردشی سیستم خون، یعنی به ماموریت برآمدن آنها به کوچه توصیه داده نمی‌شود. از گرمی طاقت فرسا پناه بردن نورسان و کودکان به کلو دریاها بی فاجعه نبوده است. با گزارش کمیته حالت‌های فوق‌العاده تنها در روزهای استراحت گذشته 5 نفر در آب غرق شدند که 3 نفر آن نابالغ بودند. مولا رجب یوسفی امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.